بنا به گزارش‌ها ممکن است قیمت نیروی برق را در تاجیکستان اندکی بالا برند. بالا بردن قیمت نیروی برق بر اساس یک برنامه حکومتی و توصیه‌های سازمان‌های بین‌المللی صورت می‌گیرد و هدف آن را بهتر کردن کار نیروگاه و شبکه‌های برقی و تامین منظم اهالی تاجیکستان با نیروی برق می‌خوانند. اما با گفته اقتصاددان‌ها بالا بردن قیمت نیروی برق احوال مردم کم‌بضاعت تاجیکستان را بدتر می‌کند. این زمان شرکت برق تاجیک گفت که گزارش‌ها درباره محدودتر شدن انتقال نیروی برق به خانه‌های مردم واقعیت ندارد. در زمستان نیروی برق در روستاهای کشور در ساعت‌های معین داده می‌شود. مقامات تاجیکستان میگویند امسال 11 زن را که عزم سفر به دبی و کابل داشتند از فرودگاه دوشنبه برگردانیدند. با گفته مقامات بعضی از این زنها نادانسته به دام قاچاقبران انسان میافتند، از این رو مانع رفتن آنها به دبی شدند. مقامات تاجیکستان میگویند در کشور موردهای قاچاق نابالغان هم ثبت شده است. در سال 2012 15 عدد چنین جنایت‌ها اشکار شده بودند. در سال 2013 باشد در 9 ماه سپری شده 9 جنایت اشکار شده است. چند پیش در روسیه فرزند 2 ساله یک شهروند تاجیکستان را پرستارش رها بود و جستجوی او ادامه دارد. مقامات تاجیکستان 12 کارمند فرودگاه دوشنبه را برای بی‌احترامی با سرایندگان یک گروه از لاتویا تنبیه دادند. آژانس مبارزه با فساد در تاجیکستان گفت بعد تحقیق ماجرا با گروه برکه در ماه اوگوست کارمندانی که با این گروه بی‌احترامی کرده و یا به خطا راه دادند آگاهی گرفتند و 3 نفرشان از کار رانده شدند. گروه خارجی برکه که عمدتاً ترانه‌های تاجیکی می‌خواند ماه اوگوست در تاجیکستان هنرنمایی کرد و بعد بازگشت به لاتویا گفت تمام خاطرات خوبی آنها از کشور را رفتاری کارمندان فرودگاه دوشنبه تلخ کرده است. سفارت امریکا در تاجیکستان به 3 مؤسسه نگهبانی افراد معیوب و معلول با ارزش $220,000 لوازمات و اشیاء روزگار کمک کرد. روز 3 دکبر که روز بین المللی معیوبان اعلان شده است، سیوزن الیوت سفیر امریکا کمک‌ها را به مکتب اینترنتی معیوبان و پرستارگاه بیماران روحی در ناحیه حصار تقسیم کرد و در یک جشن آنها شرکت داشت. اخبار از این هم بیشتر با عکس و ویدیو و نظرهای خود شما در تارنمای رادیو آزادی در شبکه‌های اجتماعی به مثل فیسبوک، توییتر، یوتیوب و گوگل پلاس و همزمینه مخصوص رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.